سلام خوانندگان عزیز، موضوع درس هفتم ما قوه وزنینی و وزن جسم می باشد. قوه وزنینی سبب افتیدن جسم ها به سطح زمین، جوریشوی آبهای جویبارهای دریاها، حرکت ماه و ردیفان آن یعنی سپوتنیک ها در اطراف زمین و غیره، این سببش جاذبه و یا کشش زمین به حساب می رود. اگر ما دلخواه جسم را آزاد کرده پرتاییم، او حتما به سطح زمین می افتد. یا اینکه آبهای جویبارهای دریاها به یک سمت معین یعنی به سمت پایانتر روان می شوند. و یا اینکه در اطراف زمین ماه دور می زند یا ردیفهای مصنوع دور می زنند. سبب از آن عبارت است که آنها را زمین اداره می کند، یعنی که آنها را زمین به خود جذب می کند. قوه‌ای که با آن زمین جسم‌ها را به خود جذب می کند قوه وزنینی نامیده می شود. قوه وزنینی از روی فرمول زیرین معین کرده می شود. F برابر M ضرب G. در اینجا F قوه بوده است، بزرگی برای ما نو. قوه با حرف F اشاره کرده می شود. واحدش در سیستم بین الخلقی واحدها نیوتن قبول کرده شده است به شرف عالم بزرگ انگلیس ایساک نیوتن. M در اینجا ماسه و G باشد، در اینجا شتاب افتشی آزاد، واحدش نیوتن تقسیم کیلوگرم و یا باز میتواند متر تقسیم ثانیه کوادرات باشد. بیایید همراه اوید به قوه کمتر باز معلومات پیدا میکنیم. قوه بزرگی فیزیکی که معیار تاثیر یک جسم را به جسم دیگر افاده می نماید. یعنی که وقتی که جسم ها به هم دیگر تاثیر متقابل میکنند، برای آموختن تاثیرات بین یکدیگر آنها بزرگی وارد کرده شده است که آن قوه نام گرفته شده است. قوه را با حرف F اشاره میکنیم گفتیم و در سیستم بین الخلقی واحدها واحدش یک نیوتن قبول کرده شده است که این را در اسلاید گذشته ما گفتیم. G شتاب افتش آزاد است. این کوفیسینت بین قوه وزنینی و مس جسم می باشد. آن تنها از خاصیت های سیاره وابسته می باشد و جاذبه زمین را افاده می کند. در سطح زمین عادتا شتاب افتش آزاد را به حساب میانه 9.8 نیوتن تقسیم کیلوگرم را استفاده می برند. اما هنگام حساب کتاب ها ما می توانیم به جای 9.8 عددی 10 را استفاده نماییم که این برای جواب های قیمت بتون حاصل کردن به ما یاری میرساند. اکنون وزن جسم، قوه‌ای که با آن جسم در نتیجه به زمین جذب گردیدنش به تکیهگاه یا آویزه تاثیر میکند وزن جسم نامیده می شود. قوه وزنینی از حالت جسم وابسته نمی باشد، یعنی جسم آرام است یا جسم با شتاب حرکت میکند، جسم در هوا است و یا در داخل آب است، همیشه قوه وزنینی F برابر M ضرب G است. اما وزن جسم باشد از حالت جسم وابسته است، یعنی وزن جسم میتواند قیمتش تغییر یابد. اگر جسم آرام باشد و یا حرکت راستخطی منتظم نماید، آن مثل قوه وزنینی از روی فرمول P برابر M ضرب G معین کردن ممکن است. حالتهای هنگام با شتاب حرکت کردن جسم را در صنف‌های بالای آموخته میشوند. حالا ما باشد در صنف 7 همین دو فرمول را می آموزیم. برای یافتن قوه وزنینی F مس جسم را M به شتاب افتش آزاد G ضرب کردن لازم است، یعنی F برابر M ضرب G. برای این مسئله یکم را دیده می براییم. از دو خشچه برابر اندازه که در رسم آورده شده است به کدامش قوه وزنینی زیادتر تاثیر می کند و آن قوه چند بار زیاد است. در رسم آورده شده است اندازه این خشت ها به همدیگر برابر، این معنای آن را دارد که حجم این دو خشچه ها برابر است به همدیگر، V1 برابر V2. ما باید معین نماییم که به کدام این خشچه ها قوه وزنینی زیاد تاثیر می کند و آن چند مراتب زیاد است. برای این فرمول قوه وزنینی را استفاده میبریم. F برابر M ضرب G. حسب آن که مس نامعلوم است ما میتوانیم F برابر به جای مس رو ضرب V ضرب G استفاده بریم. حسب آن که حجم یک خیل است
و شتاب آفتشی آزاد یخیل است تنها قوه وزنی وابسته است از زیچی ماده عصبی اون که زیچی ماده الومین از زیچی ماده پرافین زیاده است پس گفته میتوانیم که قوه وزنی که به جسم الومینی تاثیر کرده شده است نظر به جسم پرافینی زیادتر بوده است پس ما گفته میتوانیم F الومین کلان بوده است از F پرافین. اکنون ما باید معاینه نماییم که چند مراتب زیاد تاثیر میکند قوه وزنی. برای این N برابر قوه وزنی الومین را به قوه وزنی پرافینی تقسیم می نماییم. به جای F الومین می نویسیم زیچی الومین ضرب V1 ضرب G تقسیم زیچی پرافین ضرب V2 ضرب G. عصبی یخیل بودن حجم و اشتباه آفتشی آزاد آنها رو اختصار میکنیم و حاصل میکنیم روی الومین تقسیم روی پرافین برابر 2700 تقسیم 900 برابر می شود به 3. یعنی جواب مسئله ما قوه وزنی جسم الومینی نظر به جسم پرافینی 3 مراتب زیادتر تاثیر میکرده است. مسئله دوم معلوم است که در روی ماه به جسم مسش 1 کیلوگرم قوه وزنی 1.62 نیوتن تاثیر میکند. برای حساب کتاب یابید که آدم مسش 75 کیلوگرم در روی ماه چقدر وزن خواهد داشت. در شرط کوتاه مسئله ما آوردیم جسمی مسش 1 کیلوگرم با آن قوه وزنی 1.62 نیوتن تاثیر میکرده است. اگر جسمی مسش 75 کیلوگرم در آنجا جایگیر باشد وزن او چقدر میشود ما باید معین کردنمان لازم است. عصبی آن که شتاب آفتشی آزاد را در ماه نمیدانیم با واسطه جسم یکم شتاب آفتشی آزاد را در آنجا معین میکنیم. F برابر M1 ضرب G از اینجا ما شتاب آفتشی آزاد رو معین میکنیم F تقسیم M1 قیمت ها رو میگذاریم 1.62 نیوتن تقسیم 1 کیلوگرم جواب آن 1.62 نیوتن تقسیم کیلوگرم حاصل میشد. یعنی شتاب آفتشی آزاد در سطح ماه تقریبا به 1.62 نیوتن تقسیم کیلوگرم برابر بوده است. اکنون برای یافتن وزن آدم ما فرمولی وزن رو استفاده میبریم P برابر M2 ضرب G به جای M2 75 کیلوگرم ضرب 1.62 نیوتن تقسیم کیلوگرم کیلوگرم با کیلوگرم اختصار می شود و حاصل میکنیم جواب وزن را که این برابر می شود به 121.5 نیوتن. یعنی آدم وزنش 75 کیلوگرم در سطح ماه وزنی 121.5 نیوتن را داشته است. مسئله سوم قوه وزنی به جسم مسش 25 کیلوگرم تاثیر کننده را حساب نمایید. برای یافتن قوه وزنی F برابر M ضرب G فرمول را استفاده میکنیم و قیمت ها را گذاشته حساب میکنیم. 25 کیلوگرم ضرب 9.8 نیوتن تقسیم کیلوگرم کیلوگرم با کیلوگرم اختصار می شود و جواب مسئله برابر می شود به 245 نیوتن. یعنی قوه وزنی برابر بوده است به 245 نیوتن. مسئله چهارم وزن مپید ریگه 490 نیوتن است. مس آن چقدر است؟ از روی فرموله وزن جسم ما باید مس جسم را معین نماییم. فرموله وزن جسم P برابر M ضرب G می باشد. از اینجا مس جسم را معین میکنیم M برابر P تقسیم G قیمت ها را گذاشته حساب می نماییم 490 نیوتن تقسیم 9.8 نیوتن تقسیم کیلوگرم نیوتن با نیوتن اختصار می شود و کیلوگرم باقی می ماند برابر
490 تقسیم 98 50 کیلوگرم. یعنی این مپید مساش 50 کیلوگرم بوده است. جواب M برابر 50 کیلوگرم. مسئله رقم 5. بنزین حجمش 25 لیتر چقدر وزن دارد؟ به شرطی که تو نظر میکنیم لیتر رو بهتر میشد به متر کوب ifade نماییم. برای این ما باید 25 رو به 1000 تقسیم نمودنمان لازم است. 0.025 می شود. اکنون فرمول وزن را استفاده میبریم. P برابر M ضرب G. از سبب اون که ماسه معلوم نیست با میتونیم به جای ماسه رو ضرب V نویسیم. G خودش میوه. برابر به جای زیچی بنزین 710 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب حجم 0.025 متر کوب ضرب 9.8 نیوتن تقسیم کیلوگرم برابر جواب این مسئله به 173.895 نیوتن برابر میشد که این رو ما میتونیم تقریبا 174 نیوتن گوییم. جواب P برابر 174 نیوتن. مسئله رقم 6. در ظرف مساش 1 کیلوگرم 5 لیتر کرسین ریختند. ظرف رو با چقدر قوه بالا برداشتن ممکن است؟ یعنی در ظرف که ماسه خالی آن 1 کیلوگرم است 5 لیتر کرسین ریختند و ما باید این ظرف رو با چقدر قوه و بالا برداشتن ما ممکن است. برای این بهتر می شود 5 لیتر رو به متر کوب ifade نماییم. برای این 5 رو به 1000 تقسیم نماییم 0.5 متر کوب می گردد. و اول ماسه کرسین رو معاین میکنیم. M2 برابر روی کرسین ضرب V2 برابر 800 کیلوگرم تقسیم متر کوب ضرب 0.5 متر کوب برابر متر کوب با متر کوب اختصار می شود و حاصل میکنیم 4 کیلوگرم. اکنون ماسه عمومی ظرف و کرسین رو معاین میکنیم. M1 جمع M2 برابر 1 کیلوگرم جمع 4 کیلوگرم. این برابر می شود به 5 کیلوگرم. اکنون با یاری قوه وزنینی معاین میکنیم. F برابر M ضرب G 5 کیلوگرم ضرب 9.8 نیوتن تقسیم کیلوگرم. کیلوگرم با کیلوگرم اختصار می شود و جواب مسئله برابر است به 49 نیوتن. یعنی ما می توانیم این ظرف و مایع را با قوه F برابر 49 نیوتن برداشته باشیم. این بود موضوع امروزی ما. در این سلاید برای کار مستقلانه یک چند مسئله ها اوید به موضوع قوه وزنینی و وزن جسم آورده شده است. با حل کردن این مسئله ها شما باز هم دانش های اندوخته‌تان را باز هم مستحکم کرده می توانید. خیر تا درسی آینده.